50-50 پرید طالبلو، درستم به وسط زد. شاید اگر میمون تو گل میشد. به هر حال کره در ضربات پنالتی 1 در مجموع بازی هم همینطوره، چون گلی نداشتیم. هندی با روحیه خوب خودش اومده برای زدن پنالتی اول ما میزنه، جهت رو تشخیص میده، اما خوشبختانه پنالتی گل میشه. همه چیز به جای خودش برمیگرده. به منتها علیه سمت راست لیوون جای زد، هرچند که تشخیصش درست بود. ایران 1 کره 1. ضربه پنالتی دوم کره‌ای ها در راهه. ببینیم که گل خواهد شد یا نه. وحید طالبلو در مقابلش کیم سانگ سک خودش میخواد ضربه رو بزنه، باز هم به راست میره و باز هم توپ به سمت چپ میاد. این بار دیگه به کنج دروازه زد، تقریبا به کنج. ضربه او هم گله. کره ها 2-1 پیش میافتند. پنالتی دوم ما رو مهدی مهدوی کیا باید بزنه. بازیکنان بزرگ فشار بیشتری رو هنگام زدن ضربات پنالتی متحمل میشن. امیدواریم که کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون از عهده این پنالتی بر بیاد. مهدی مهدوی کیا میزنه و جدال دو کاپیتان رو لیوون جای میبره. چرا اینطوری حاج رضایی؟ همیشه بازیکنان بزرگ معمولا پنالتی ها رو خراب میکنن. درست به سمت راست زد، همون جایی که دفعه قبلم شیرجه رفته بود. جهت توپ رو درست تشخیص داد و ایران در ضربات پنالتی 1 عقب میفته. حسن رودباریان، او هم ناراحته مثل همه ما، اما هنوز فرصت هست. 3 ضربه پنالتی دیگه برای اینکه کره ها شاید پنالتیشون رو خراب بکنن و آب رفته به جوی برگرده. پنالتی زن اونها کیم دو هیون هست. کیم دو هیون پشت توپ قرار میگیره. وحید طالبلو، اون اتفاقی که میخواستیم افتاده. یه اگر بزرگ داره که پنالتی بعدی ما گل بشه. حالا ایرانیا به وجد میان. وحید طالبلو به هر شکلی بود توپ رو گرفت. این بار از پای خودش استفاده کرد، به مرکز دروازه زده بود و ضربه پنالتی کیم دو هیون 25 ساله رو گرفت. سرگی ارماهای فربیک حالا در هم فرو میره. اگر این پنالتی گل بشه در ضربات پنالتی 2-2 مساوی خواهیم شد. بعد از 3 ضربه عنایتی هست پشت این توپ قرار میگیره، ضربه رو میزنه، خوبم میزنه. 2-2 مساوی. همه چیز از نو آغاز میشه. 2 تا ضربه پنالتی دیگه داریم. اگه مساوی پیش بره تک تک پنالتی ها زده خواهد شد. از 3 پنالتی ما 2 تاش گل شده، از 3 پنالتی کره‌ای ها هم همینطور. پنالتی 4م برای کره. لحظات سخت و دشواری، حاصل تلاش یک تیم یا برباد میره یا به ثمر مینشینه. چو جای جین، مهاجم ارزشمند کره‌ای ها که در نیمه دوم به بازی اومد، او هم پشت توپ قرار گرفته. ضربه پنالتی رو در خلاف جهت حرکت طالبلو میزنه. کره‌ای ها 1 پیش میافتن و حالا این فشار روی بازیکن پنالتی زن ما منتقل خواهد شد. امیدواریم که پنالتی بعدی رو هم بچه‌ها بتونن موفق بزنند. رسول خطیبی است ظاهراً. بله، خطیبی پشت توپ قرار میگیره. پنالتی 4م ما. نیاز داریم که این پنالتی گل بشه. خود رسول پشت توپ قرار میگیره و باز هم لیوون جای توپ رو میگیره. فقط یه فرصت دیگه باقی مونده. کره‌ای ها 1 پیش میافتند. اگر
پنالتی بعدی کره‌ای‌ها گل بشه و پنالتی ما هم حتی گل بشه، بازی تمام هست. بنابراین نه، خب هنوز یه پنالتی جا داریم. بنابراین منتظریم ببینیم که کره‌ای‌ها میتونن پنالتیشون رو گل بکنن یا نه. اگر پنالتی گل بشه تمام هست. یار شماره 17 کیم جونگ وو پشت توپ قرار گرفته. اگه پنالتی گل بشه و طالبلو نتونه بگیره، کار ما تمام هست در جام 14. پشت توپ میاد، ضربه رو میزنه، توی دروازه قرار میگیره. کره به مرحله نیمه نهایی میره و ایران حذف میشه.